Hey guys, it's Winnie and you're watching his YouTube channel. Let's go. امروز برگشتیم با پارت سوم و پارت نهایی از فصل 2 دیت ناشناس یا همون بلایند دیت. دوستان مثل همیشه میدونید که دو طرف همدیگر رو نمیشناسن و ما همه تلاشمون اینه که طرف مقابل اون یکی رو نشناسه، ولی ما یه احتمالاتی میدیم که سوژه پسرمون رو یه ذره شاید یه جا دیده باشنش، برای همین قراره اسمو تغییر بدیم با شغل فرعیشو بهش بگیم. اوکیه؟ بریم سراغ شروع ویدیو. میشه خودتون معرفی کنید؟ اول از همه از خانم شروع میکنیم. سلام، صدفم. چی باید بگم؟ همین دیگه. سلام، سورنام. خیلی خوشحالم که در کنارتونم. خب چه استرسی شدم. حرفه کارتون لطف کنید بگی. من مزون دارم، به تازگی هم ران کردم مزونم. بس برش یه بار دیگه نگم. اوکی ول کن. آره هم بس. مرسی. من مهندس ساختمانم، در کنارش هم یکم حالا تو فضای مجازی هم فعالیت میکنم. رشته تحصیلیتون رو میتونم بدونم؟ من فوق دیپلم حسابداری دارم. خب همین، ولی خب حرفه کاریم کاملا متفاوته با رشتم. من مرتبطه، من مهندس ساختمانم، مرتبطه با شغلم. اون دیگه مهندس ساختمان. فوق لیسانس عمران دارم. این یادم درسته. شغلمو گفتم دوباره. ماه تولدتون رو میگی؟ آبان. شما؟ من تیرم. خب ماه تولد واقعا تاثیر داره مگه تو شخصیت؟ خیلی بهشون نه زیاد. یه کوچولو چرا؟ من خودم به شخصه با تیر ماهی ها میسازم، کلا با تابستونی ها میسازم، تیر، مرداد، شهریوری، ولی نه اصلا. میسازین یا نمیسازین؟ نه میسازم. اوکی. خب تایپ شخصیتتون از نظر فقط برونگرایی یا درونگرا؟ به بستگی به شرایط داره، ولی خب من کلا خیلی آدم اکتیو و پر انرژی ام و خب میشه گفت برونگرام. شما؟ من بستگی داره پیش کسایی که باشم احساس راحتی کنم یا نه. یعنی اگه احساس راحتی کنم مثلا میتونم خیلی خودم باشم و میگن اون کودک درونمو نشون میدم، یا میگن رو شونه‌ام بیا پایین. ولی اگه خوشم نیاد کلا دوست دارم هر چه سریعتر خیلی درونگرا میشم دیگه. هر چه دوست دارم مثلا اون جامو ترک کنم، یعنی اینجوریه. ولی مثلا اگه اوکی باشم، راحت باشم، خیلی برونگرام. ولی میگم اگه خوشم نیاد از اون جام، درونگرام. تایم اوقات فراغتتون رو چطوری میگذرونید؟ مطالعه میکنم بعضی وقتا، بعد سر خودم رو گرم میکنم، موزیک گوش میدم. خیلی آدم موزیکی ام من، ولی موزیک به ما آرامش میدم. خوبه. شما چی؟ من تایم اوقات فراغتم بیشتر ورزش میکنم. حالا یه تیکش بیرون رفتن دوست دارم، رانندگی یکم خیلی آرومم میکنه. حالا موزیک گوش دادن تو ماشین خیلی آرومم میکنه، دوست دارم اینو. بیشتر چه نوع موسیقی رو گوش میدی؟ من بیشتر موزیک، خب بیشتر سبکا رو گوش میدم، ولی خواننده‌های مورد علاقه‌ام تو خارجی‌ها دی ویکنده که خیلی دوستش دارم واقعا، و تو ایرانیام کسایی که پاپ میخونن مثل علی یاسینی، مثل ناصر جلالی، یه چند تا موزیکای حالا مثلا خوبشون، نه همه موزیکاشون، نه واقعا گوش میدم اکثریت. منم هم خارجی گوش میدم هم ایرانی. خارجی ویکند، دریک، ایتیکس. بعد ایرانی هم اکثرا پاپ گوش میدم. رپ هم خیلی کم ولی بعضی اوقات گوش میدم. رپ هم دوست دارم ولی بیشتر پاپ گوش میدم. خارجی هم که بیشتر ملو. I'm very light. خب اگه میتونستید یک روز از زندگیتون رو دوباره زندگیش کنید، اون چه روزی بودش؟ سوال سخته شد. باید بگردم تو ذهنم ریسرچ کنم ببینم که من کلا وقتی که میرم سفر حالم خوبه. روزهایی که میخوام تصمیم دارم کلا تایمایی که برم سفر و اینا حالم خوبه. و واقعا توی اون تایمایی که میخواستم برم سفر رو دوست داشتم که دوباره برگردونم از اول تو اون سفر رو باشم. من یه روز برفی بود با پدر مادرم، رفتیم یه جای کوهستانی. بعد با برادرم و پدر مادرم بود، رفتیم لیزی خوردیم. یکی از به نظرم بهترین روزهای زندگیم بود. حالا درست خیلی سنم کم بود ولی خب خیلی خاطره قشنگی برام بود. کلا روزهای سرد و بارونی و برفی خیلی دوست دارم، برام خاطره سازن. برعکس من.
دوستان رسیدیم به پارت سفارش غذا. بریم، آماده اید؟ بله. چشاتون رو ببندید. من گفتم براش میخوام استیک سفارش بدم. خب معمولی باشه، نمیدونم ولدان میگن چی باشه، بزنم ولدان خوب باشه. آره دیگه استیک گوشت دیگه، استیک مرغ هم داریم. آره استیک ما چون مشهدی اصلیتم ما کلا گوشت خوریم، باید گوشت سفارش بدیم. حالا چلو گوشت هم میتونست، ولی استیک رو ترجیح دادم برای دیت اول، یکم شیک‌تره به نظر خودم. با استیک من راحت‌ترم در کل و به نظرم انتخاب خوبیه. امیدوارم که مثلا نگه ببین اگه آخه استیک مشکلی داره، اگه ایرادگیر باشه مثلا میگه من می‌خواستم یکم خامتر باشه، من ولدان می‌خواستم، من خیلی این اذیت نکن تو خدا. آخه توی دیت اول طرف این برای رستوران باید بپرسی آقا در چه حد دوست داری. ولی خب میگم یکم انتخاب ریسکیه، ولی من باهاش اوکی ام. کلا آدم ریسک پذیریم. نوشیدنی نوشابه مشکی و آدم ساده باید بخوره. نوشابه مشکی به خدا از همه. آره رژیمی هم دوست ندارم. زیرو میگن خطرناکه، سرطان زا، زیرو نخورین. همون کوکا اوکی من نوشابه مشکی کوکا. من یه غذای که خیلی خودم دوستش دارم، بعد آلبالو پلو با مرغ. البته غذای برنجی هست. بله غذای برنجی، چون خودم خیلی دوست دارم. البته فکر کنم که پسرا خیلی از غذای شیرینی خوششون نیاد، ولی خب من خیلی دوست دارم. غذای فیوریت خودم رو سفارش میدم. نوشیدنی چطور؟ نوشیدنی هم براش آب سفارش میدم، چون که خب نوشابه‌ای نیستم، کلا ترجیح میدم آب کنارش سفارش بدم. 3 2 1 تحچینی گوشته؟ عالی شد. خوبه؟ باورم نمیشه. باور چرا نشه مگه بده؟ نه خیلی خوبه. من عاشق استیکم. همش گوشته. واقعا همش گوشته. اون غذایی که من برای شما سفارش دادم خیلی همه پسند نیست، ولی خب فیوریت خودمه. تحچینه دیگه، درسته؟ نه بگم آلبالو پلو با مرغ سفارش دادین دیگه، احیانا با گوشت که نیست. مرغ. حالا امیدوارم که چون اصولا آقایون خیلی غذای شیرین رو دوست ندارم، ولی خب میگم چون فیوریت خودم بود من اینو انتخاب کردم که اگر اون دومی رو انتخاب میکردم که یکی میشد دیگه. خوشمزه است آلبالو پلوش. یه لحظه من آب بخورم دهنم پر ببخش. من دندونام لامینت اینم یکم تدیگیه. نیری لای دندون نداره. اوکی منم که گوشته دیگه، منم دقیقاً همون شرایط خودتو دارم. نه به نظر من خیلی خوشمزه بود اتفاقا. خب پاداشه که پس خیلی خوشمزه بود. منم راضی بودم از انتخاب غذات واقعا. خوردین؟ الان نخوردین که خوردین؟ چرا خوردم اوکی. من میدونین ترسم از چی بود؟ از چی؟ گفتم این دفعه میاد میگه من ولدان دوست دارم، من فلان دوست دارم. گفتم معمولی باشه استیکش. من گفتم آخه بعضیا ولدان دقیقاً منم ولدان همیشه سفارش میدم. خدا من ولدان سفارش دادم. عالی شد. من اینم بخورم بریم برای ادامه. میدونی من چون دیت اول دوست دارم مثلا بیشتر صحبت کنیم و همو بشناسیم، ترجیح میدم استیک سفارش مثلا یه جایی برم استیک بخورم، چون معمولا جایی که مثلا استیک سرو میکنه خیلی ساکته، یه موزیک لایتی پلی میشه، تاریک فضاش. چی یه بار بگو چیه؟ تاریک فضاش، جای چیل. فضای اوکی. راست میگه واقعا. نه همه رستوران هم شکلی نیستن ها. من جایی که رفتم جایی که رفتیم. آره من جای مثلا برای دیت اول جای خلوت راحت ترم مثلا. اوه منظورت اینه که ما اینجا اضافه ایم. اگه محبت کنیم با زبون به زبونی حرفش بزن. اگه قرار بودش که یه قانونی و طرف مقابلتون توی رابطه همیشه رعایت کنه، اون چه قانونی بود؟ میگم احترام برای من مهمترین چیزه. فقط احترام. فقط احترام. یعنی ببین خب نه فقط هم نمیشه گفت احترام، ولی خب مهمترینش برای من احترام. من خیلی حساسم روی احترام. خب بالاخره دروغ و خیانت و این چیزا که خب یه چیزیه که همه میگن و بالاخره خود طرف مقابل باید شعور رابطه رو داشته باشه، خب این کارو نکنه. اون احترام است که مهمه. من قانون به نظرم مال دولته. رابطه ولی قانون خیلی سفت و سختی نباید داشته باشه. من خیلی ساده میرم رابطه رو، ولی خب برای منم مهمترین چیز همون احترام و حرمت‌های متقابله که مثلا اون احترام احساس میکنم که ماندگاری رابطه رو مشخص میکنه برای من. اون چیزای کلیشه‌ای که حالا میگن رابطه بدون خیانت، اون به نظرم خب مشخصه تو هیچ رابطه‌ای نباید باشه. اون تو هر رابطه‌ای خب پرچم قرمزیه دیگه.
درسته. طرف چه کاری انجام بده توی قرار اول کنسل میشه؟ شوخیای بیجا بکنه، زیادی لوس باشه، شوخی بی‌مزه بکنه، مثلا اینجوری هم که ای چه شوخی؟ چه لوسه. ببین نمیدونم، یه سری حرفای بی ربط بزنه دیگه، یه سری چیزای کلا این رو مخمه دیگه. حالا اینکه بخوام برات مثال بزنم الان چیزی تو ذهنم نیست، ولی کلا یه شوخی لوس بخواد بکنه، بخواد مزه بریزه و اینا، نه. من کلا شخصیت پسر و شخصیت مرد دوست دارم، شخصیت آقا جنتلمن. از آدم‌های خیلی لوس و اینا خیلی خوشم نمیاد. حالا اون به جا باشه ها، ولی تو قرار اول خب مسلما نه دیگه، نه کنسل. آره حالا نه انقدر جدی و فلان. خب چرا؟ من خیلی چیز خاصی مد نظرم نیست که بخواد مثلا طرفو برام کنسل کنه یا مثلا نه، اونقدر به نظرم صحبت عادی باشه، شناخت متقابل باشه. برام پیش نمیاد مثلا بگم اوه وا این کارو بکنه خیلی از نظر من کنسل. ولی مثلا یه چیزی که رو مخمه با گوشیش خیلی ور بره، خیلی سوشیال باشه، مثلا حالا سر شام باشیم مثلا خیلی درگیر گوشیش باشه تا مثلا اون دیتی که به دیتی که اومده، به نظر من بزرگترین کنسل بودنه که به دیتی که اومده احترام نذاره، حواسش به دیتش نباشه، به چیزای دیگه توجه کنه، مثلا به غذا بیشتر توجه کنه، به لوکیشن توجه کنه تا من. این خیلی آزارم میده. کلا دختر غذا بخوره از نظر من کنسله. فوتوسنتز کنه. دختر غذا بخوره. بنده خدا. فوتوسنتز کنه. لطفا آب میوه بخوریم. سرم ما میزنیم. خب چطور می‌خوای؟ آره بابا اینا فانه بنده خدا. حالا بیچاره خب بخاطر لایف استایلش اینجوری بوده، نه خب نمیشه آدم رو قضاوت کرد. من از قضاوت کردن واقعا بدم میاد. واقعا کارش داره. حس دوست داشته شدن رو چطوری به طرف مقابلت میدی؟ با کارام، با رفتارام نشون میدم بهش و با حرفام هم همینطور. خب من خیلی آدمه که بیان میکنم، من کلا احساساتمو بروز میدم و متنفرم از آدمی که نتونه احساساتشو بروز بده، چون به نظر من نیازه که توی رابطه شما هم شنیداری هم رفتاری به طرف مقابلت نشون بدی که طرفتو دوست داری و من جفتشم فکر میکنم که اوکی هم و نشون میدم. من اینجوری هم که توی رابطه خیلی شخصیت حمایتگری دارم، یعنی سعی میکنم اون وجهه خب خودمو همیشه یه حمایتی بکنم که هیچ وقت اون شخص احساس تنهایی تو زندگیش نکنه، یعنی شخص خودم تو زندگیش خیلی پررنگ باشم، یعنی بدونی که واقعا یکی هست که بتونه همیشه بهش تکیه کنه و اون جنبه مردانگی خودمو سعی میکنم همیشه رعایت کنم و خب خیلی دوست دارم طرف هیچ وقت این حس بهش دست بده که تو زندگی من فقط چشمامونو میبینه، یعنی اینجوری هم که واقعا توی رابطه اون شخص از نظر من 100 من دیگه اصلا از نظرم آدم دیگه حتی وجود نداره. شخصیت حمایتگر. آره شخصیت حمایتگر. مثلا من دوست داشتنم اینجوری نمیگم که هر دقیقه بگی دوستت دارم، ولی مثلا بگی حالم بده، بگی حالم بده، بگی آره خب الان دکتر رفتی، من نمیگم میام میبرم دکتر. مثلا شخصیتم اینجوری، مثلا دو تا شهر میرم براش مثلا داروی. اینجور شخصیت کلا توم هست، یعنی از بچگی همینجوری بودم. پسندیدم. نه واقعا منم دقیقاً همچین شخصیتی رو خیلی میپسندم، واقعا دوست دارم. چون همه چی هم به حرف نیست. آره اینکه حالا واقعا نه اینکه بخوادم 24 هی بخواد بگه دوستت دارم فلانه، ولی واقعا آدم با همچین چیزایی میتونه ثابت کنه و قشنگه. من از آن زیباست. بگو شخصیت. جان بگو شخصیت. بگو شخصیت. چرا شت میگیره؟ نه شما میزنه بچه. بگو شهشهانی. به خدا عدو در نمیارم. خب چیکار کنم نمیدونستم. من شام میزنه، سینم میزنه، فکر کنم چمم میزنه، چکامه مثلا. یه چی بگید که توش شه داشته باشه. شفت پلو بگو. شفت پلو. خیلی بامزه است. اوکی. نامرد. خب تا الان از ویژگی‌های خوبتون گفتید. خب الان میخوام بپرسم که چه چیزی توی رابطه باعث میشه که آدم بدی باشی؟ من یه اخلاق بدی که دارم، اگر یه چیز خیلی بدی از طرف مقابلم ببینم، یعنی یه چیز بد که مثلا همون بی احترامی ببینم یا یه چیزی که پسندم نباشه، خب یه ها چشم طرف مقابلم میفته و این بدترین چیزه به نظر من واقعا. یه ها اصلا اون آدم برام بی اهمیت میشه، مثلا دیگه واسه من اهمیتی نداره دیگه، هر کاری خواست بکنه، هر جا خواست بره،
حتی اگه اون رابطه هم دوام داشته باشه ادامه داشته باشه دیگه واسه من مهم نیست. خب چون با یه حرکتش باعث شده که منو مثلا میدونی یهو مثلا بگم خب برای چی مثلا همچین چیزی من بعد از این آدم ببینم چی میدونی یهو با یه حرکت بعد از چشم بیفته. این واقعا بده به نظر من. نبایدم انقدر اینجوری باشه آدم، ولی خب چیکار کنم دست خودم نیست واقعیت. من شاید یه خط قرمزی که تو رابطه داشته باشم، یک اخلاق بدی که تو رابطه داشته باشم اینه که من یه خورده سخت وارد رابطه میشم. یعنی خیلی دوست دارم، چون من هدفم از رابطه کوتاه مدت نیست و خب مثل اکثر رابطه‌های امروزی دنبال مثلا رابطه‌های کوتاه مدت نیستم. برام خیلی مهمه که مثلا طرف مقابلم کی باشه، چون دوست ندارم، چون به نظر من وقتی وارد رابطه احساسی با کسی بشم دوست ندارم دیگه اون رابطه از بین بره. دوست دارم دیگه خب ادامه دار باشه. و چون آدمی بودم که تو زندگیم یه خورده تنها بودم، وابستگیم شاید بیش از حد بشه و دوست دارم خب رابطه طولانی مدت بشه. فکر میکنم شاید این یه اخلاق بدی باشه که طرف مقابل مثلا شاید خب اکثر رابطه‌های امروزی خب کوتاه مدت، من دنبال رابطه‌های بلند مدت. پس آدم بسیار احساسی هستی. میشه گفت احساسی هستم، ولی خب بعضی اوقات هم اگه لازم باشه وابسته به احساس، شخصیت وابسته به احساسی. چون آدم تنهایی بودم اکثرا تو زندگیم، یه خورده زیاد کار کردم تو رابطه، خب دنبال احساسات مشخصا میگردم دیگه. از اون طرف همونجوری که خودم شخصیت حمایتگری دارم، اون طرف مقابلم دوست دارم احساساتو بهم بده، اون تیکی‌های قلبم با هم دوباره بچینه. خیلی عالی. من خیلی کم فارسی بلد. Yes, good question. Interest. Okay. خیانت برای شما چه معنی داره؟ به نظر من نگفتن خیلی چیزا خیانت میشه. ممکن که من خودم هم خیلی وقت تو قبل مثلا این اشتباه داشته باشم، خیلی چیزا رو نگفتم چون من کلا آدم فراموشکاریم، ولی واقعا این که یه سری چیزا رو تو مثلا نگه به طرف مقابل، بعد تو بعدم بفهمی تو وقتی که زمانی که با خودش تو رابطه یا مثلا گذشته که کاری نداره مثلا یه کوچولو ضد حال دیگه مثلا میدونی برای من خیانت میشه. ولی خب کلا آخه خیانت دیگه. حالا میتونه دروغ باشه، میتونه حتما نباید با یه کس دیگه تو باشی تا بشه خیانت. من به نظرم یه خیانت داریم که حالا دیگه خیانت اصل کاری و طرف حالا هر کاری که پارتنرش بود انجام نمیداده که به نظر من میشه خیانت. یه خیانت هم برای به نظر من خیانت به رابطه. یعنی تو از یه چیزی ناراحتی به طرفت مقابلت نگی و ترکش کنی. شاید اون نظر رو نداشته که تو رو ناراحت کنه، شاید اون منظور رو نداشته. به نظر من خیانت توی خیلی اوقات خیانت به خودشون میکنن توی رابطه و خیانت به رابطهشون میکنن تا به هم دیگه. یعنی حتی میتونست اونو بگه خیلی راحت‌تر اون مشکل حل بشه، ولی اینو نمیگه، تبدیل میشه به مشکل بزرگ و باعث جدایی میشه، در صورتی که میتونست با یه صحبت کوتاه حل بشه. من خیلی آدم اهل گفتگوییم که بدونم آقا مشکل چیه، دلیلش چیه، بریم بشینیم صحبت کنیم حلش کنیم. نظرت در مورد بعضی از این رابطه‌های امروزی که باب شده کلا وضعیت نامعلوم و بلا تکلیفی دارن چیه؟ 100% مخالفم. اطلاعی ندارم. نه واقعا مخالفم. آخه مسخره است. یعنی چی؟ مثلا شما میری با این نفر نمیدونی تکلیفت چیه، مثلا نمیدونی تو رابطه یا نیستی، یعنی چی؟ مثلا تعریف نشده است تو ذهن من کلا از رابطه‌های گفتم کوتاه مدت بعدم میاد، دنبال رابطه بلند مدتم و با خودم هم حساب کتابم مشخصه. یعنی من اینجوری نیست که میگم بریم بیرون بعد سن مشخصه حالا بیرونی بریم، نه من از اول حساب کتابم خودم مشخصه، میگم از شما خوشم میاد، مایلم شما اگه مایلین با هم بریم بیرون سر دیت پارتنر من باشین فلان. یعنی به نظر من هیچ مشکلی نداره من کسی که ازش خوشم میاد بهش ابراز علاقه بکنم، حالا نهایت میتونه با جواب منفی روبرو بشه و من آمادگی اینو دارم. به نظرم چیز بدی نیست و آدم از کسی خوشش میاد میتونه بگه و من دنبال رابطه بلند مدتم و حتی به نظرم خب وقتی دو طرف وابسته هم بشن، مثلا دنبال رابطه کوتاه بشن و یکی وابسته بشه یکی نباشه، خب این مشخصا یه ور رابطه آسیب میبینه دیگه. دو طرف باید دنبال یک موضوع باشن. برای همینم که دوست دارم از اول رابطه اهداف رابطه مشخص باشه. حالا چه خب مشخصا هم دیگه انتهاش میشه ازدواج دیگه. خب به بخش بازی شیشه مربا خوش اومدید. مثل همیشه دوستان 5 تا سوال آماده کردن که توی کاغذ می‌نویسن و می‌ندازنش توی شیشه مربا، جابجا میشه و به طور خیلی تصادفی به 3 تا از اونها جواب میدن. بریم که داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. کلا معتقده باری کلا 3 تا برام یکی یکی بردارم. یکی اولشو بردار. اول شما بفرمایید. نه تو رو خدا حالا اول این سری همش من اول دارم استارت می‌زنم شما استارت دیگه خانم‌ها اول زشته اصلا. اوکی شما اول بگو می‌خوای؟ اوکی سری شما اول شروع کنید. آخرین باری که خیلی خوشحال بودی. آخرین باری که خیلی خوشحال بودم پیش خانواده‌ام بودم. بعد یه شب خوب عید در کنار خانواده‌ام. من کلاً آدم یک خورده یعنی قدیمی طور بعضی از اخلاقام، یعنی مثلا برخلاف جوونایی که الان زیاد با خانواده‌هاشون حال نمی‌کنن، من در کنار خانواده‌ام حالم خیلی خوبه. و عید همین عید آخر که در کنار خانواده‌ام بودم، حالا همه فامیلامون هم بودن، خیلی خاطره خوبی بود برام. خیلی دوست داشتم، با هم شادی کردیم، وقتی خیلی دوست داشتم. علاقت رو تو رابطه چطوری نشون میدی؟ من سعی میکنم با کارهایی که طرف مقابلم دوست داره علاقه‌مو نشون بدم و کادو دادنم دوست دارم واقعا. بعضی وقتا حتی شده بی‌دلیل دوست دارم مثل چیزا برای طرف مقابلم بگیرم. بزرگترین ترس زندگیت؟ بزرگترین ترس زندگیم اینه که من کلا زیاد مال و اموال دنیا و اینه چیارم مهم نیست. من فقط دوست دارم، یعنی شاید بیشتر این که من یه خورده خب زیاد کار میکنم، یعنی از حد معمول یکم بیشتر کار میکنم. بزرگترین ترس زندگیم اینه که افرادی که کنار من حالشون خوب نباشه. یعنی دوست دارم تمام تلاشمو میکنم که بتونم تمام آدمای اطراف و دورم و کسایی که میشناسم و یه حس خوبی بهشون انتقال بدم. و بزرگترین ترس زندگی اینه که حال و دل اونا خوب نباشه. خب پس خودت چی؟ میگم یه آدمی هم که شاید خب حال دل دیگران واقعا وقتی میبینم حال بقیه خوب، مثلا حتی مردمو که میبینم حالشون بده، واقعا این انرژی منفیشون منو میگیره. دوست دارم مثلا واقعا حال دل بقیه خوب باشه، حالم خوب میشه. یعنی کسی که کنارم نشسته حالش دلش خوب باشه، منم حالم خوب میشه. دیت اول کی باید حساب کنه؟ خب مسلما پسر باید حساب کنه. من با اینکه خودم خیلی آدمیم که میرم دست به جیب میشم و اینا، خیلی خجالت میکشم تا از اینکه طرف مقابلم داره حساب میکنه، ولی خب درستش اینه که دیت اول آقا یا آقا مرد حساب کنه. من چرا آقا بله آقا یه پارچه آقا. چرا پرسیدم؟ چرا؟ حرفتون تموم شد؟ بله. من واقعا تعجب میکنم تو بعضی برنامه‌ها مثلا میگن آره، بعد جالبه که خود خانوما هم میگن مثلا 5. بعد من اصلا یه نوع از علاقمو اینجوری اصلا باید نشون بدم. بعد خودش که سره من با خانواده‌شم حتی بیاد من نمیذارم. این اصلا بعد من آخه شخصیتی دارم. خب مثلا من پدر خودم، خب مثلا من پدر خودم مثلا مامانم این چیز اضافه نیاز داشته شده پول نداشت میره کار میکرده میخریده میآورده. مثلا من شخصیتم یکم مردونه طوره، حالا نمیدونم چه جوری میگم یکم قدیمی طورم. مثلا این چیزا رو خیلی حتی نه جالب نمیدونم، بد میدونم. برای من، برای شخصیت خودم، اون نه که بگم همه باید اینجوری باشن، خودم رو این چیزا خیلی حساسم. بعد اینکه مثلا طرف بگه نه بذار من فلان اینا، اون میتونه به خودش برسه. به نظر من اون تایمی که میخواد بابت اینجور چیزا وقت بذاره میتونه به خودش برسه. من اونجوری بیشتر خوشحال میشم تا اینکه خیلی هم عالی، واقعا میپسندم. اصلا درستش هم همینه. آخه میدونی آقایون کلا خب تو جامعه خب بالاخره کار میکنن، یا یه سری از خانم‌ها اصلا هیچ کاری نمیکنن. حالا الان که دخترین دور زمانی که خدا رو شکر خیلی همه کارین و دستشون تو جیب خودشونه، ولی خب حالا من تو سنین بالاتر رو میگم، حالا مادر پدرای خودمون و اینا میدونی بالاخره یه سری کار نمیکنن دیگه، نمیشه که همچین چیزی. من از نظر مرد خودم باید دست به خرج باشه توی یه سری موارد. درست. من از نظر خودم کلا اگه خانوم مثلا سر کار بره، دوست دارم برای علاقه خودش بره. سعی میکنم حالا برای خودم انقدر شده 3 شیفت کار کنم، یعنی اونقدر زحمت بکشم که از نظر مالی فشاری روش نباشه، یعنی برای عشق و علاقه خودش بره سر کار. چون من آدم کنترلگری اینجوری نیستم که مثلا میگم آقا تو باید بری سر کار، این به خودش ربط داره. ولی سعی میکنم اگه دوستان داشته باشه به خاطر نیاز مالی نره سر کار، سعی میکنم خودم بیشتر کار کنم که بتونم اونو پر کنم. سوال بعدی نوشتن قدت چنده؟ حدس میتونیم بزنیم قدم چنده؟ آره حدس میزنم که مثلا 1.86 7. 1.86 7 8 ادا در میاره. 1.86 بگو کوتاه‌تری یا بلندتر؟ سکتر 190. نه دیگه اذیت هم نکن. نه واقعا 184 تا 6 هم دقیقشو نمیدونم. پس نزدیک گفتم. 184 دقیقشو خیلی وقت آخه نگرفتم. خوبه اوکی. شما قدر چنده؟ شما چی حدس میزنی؟ 168.
واقعا که خب چنده؟ بالاتر؟ آره 172 بالاتر. بایستی ببینم چند؟ 175 1.75 تا 6م. یکی احسان تفاوت. جان قد خیلی براتون مهمه؟ برای منی که قدم 1.75 واقعا مهمه. یعنی اگه پارتنرتون قدش از شما کوچیک‌تر باشه بعد نظر شما کامل کنسله؟ آره دیگه. آخه خب اون پسر که قصدی دخیل نبوده تو این، یعنی از نظر ببین آره خب دخیل نبوده، ولی خب بالاخره من به نسبت مشخصات خودم باید طرف مقابلم انتخاب کنم دیگه. یعنی اینکه پارتنر طرف مقابل تو پسرتون هم مثلا بگه من این اندام برام اوکیه، ناراحت کننده براتون نیست؟ چون مثلا خیلی از خانم‌ها گارد دارن نسبت به این، ولی مثلا راحت در مورد قد آقایون نظر میدن. نه من گارد نمیگیرم. آخه من خودم ژنتیکم اوکی، مشکلی نداره. خدا رو گذشته طرف چقدر برات مهمه؟ من کلا آدمیم که خیلی میگم گذشته طرف برام مهم نیست، چون هر چی که بوده تو گذشته بوده. ولی جوری هم نباشه که وقتی با طرف میرم تو رابطه مثلا بگن طرف مثلا با این رفته تو رابطه، این که مثلا این شکلی بوده. خیلی هم حالا به قول خودمونی بخوام بگم طرف داغون نباشه. پس مهمه جوری. ببین مهمه، ولی نه اینکه بخوام خیلی بخوام خودم رو اذیت کنم، بخوام طرف مقابلم رو اذیت کنم، بگم آره تو مثلا تو گذشته فلان کارو کردی. نه اینجوری نیستم واقعا. اگه خود 10 سال پیش تو ببینی و بخوای چیزی بهش بگی، اون چی میتونه باشه؟ میگم که قصه هیچیو نخور، نگران هیچی نباش، همه چی در آینده برات درست میشه و همه چی همون جوری میشه که میخوای. دوستات خیلی تو زندگی تاثیر خواهند داشت، اونجوری که فکر میکنی نیست. آدمایی که دوستت ندارن یا بهت انرژی منفی سر سوزن میدن از زندگیت حذف کن و نگرانی نباش آدما در مورد چی میگن. میخوام نظرتون راجع به این بدونم که طرف مقابل توی رابطه همه جزئیات رابطه رو بره به دوستاش بگه. آخ واقعا خط قرمزه. من بدم میاد. به نظر من خیلی باید آدم خاله زنکی باشه که همه چیزو بخاطر دوستاش بگه. خب هر چی از بین خودمون حل میشه دیگه. اینکه تو بخوای حالا ببین بحثش فرق. حالا یه نفر اگه یه دوست چون بالاخره ما دخترا هم داریم یه نفری دوست صمیمی رو که بخوایم بریم حالا باش در دل کنیم اینا. ولی اینکه طرف بخواد بره همه جا بشینه تک به تک به همه بشینه میگه آره من فلان شد اینجوری شد آخه اصلا دلیل نداره دیگران راجع به زندگی تو بدونن. دلیل نداره دیگران راجع به رابطه تو بخوان خیلی بدونن. مگه دیگران این کارو میکنن که تو بخوای این کارو بکنی؟ و من واقعا مخالف 100% این موضوع. مثلا بدم میاد از این موضوع. بفهمم واقعا کفری میشم. من کلا زندگی خیلی پرایوت رو دوست دارم، یعنی زندگی شخصی دوست دارم خیلی پرایوت باشه و اصلا من اینو یکم نمیدونم بد میدونم که آدم در مورد پارتنر خانومش بخواد مسائلش با یک آقای دیگه در میون بذاره. من اینو یک خورده برای خودم شخصیت خودم بد میدونم. یعنی حتی شاید در موردش بدم بیاد کسی صحبت کنه یا آقای یا دوستیم بخواد در مورد پارتنرم حتی نظر بده، دوست ندارم. یه خورده شخصیت خشکی دارم تو این موضوع و یه خورده تعصبی هم با این موضوع حال نمی‌کنم. اصلا یعنی حرف نمیزنم چه برسه بخوام حالا مسائل شخصی مو بگم. یعنی خیلی گارد دارم نسبت به این موضوع. نزن حالا من اوکی. فرض کن داری سقوط میکنی از هواپیما و کلا 2 تا چتر نجات داری، یکیش برای خودته و یکی سیو داری، میتونی به یکی از این آدمایی که میگم بدی و نجاتشون بدی. دوست صمیمیت یا پارتنر چندین سالت؟ سختش کردی بینی جان. خب من همیشه دوستامو ترجیح دادم میدونی، چون روابط هم تا به الان روابطی نبوده که بخواد مثلا میدونی اصلا اعتقادم اینه که رابطه برای من یکی ته نداشته. یعنی میدونی بالاخره آدم ها یه جایی از هم جدا میشن. اون دوسته همیشه کنار من مونده دیگه، دوست صمیمی همیشه بوده. ولی خب واقعا سخته توی همچین شرایطی. من نمیتونم اصلا، خیلی سخته بین دوست صمیمی تو کسی که واقعا دوستش داری اصلا نمیشه. میگم خودم رو پرت میکنم پایین. جدی؟ من خودم رو پرت. من حاضرم این از خود گذشته بگم که اون 2 تا سیو باشم من برام پایین. اولویتم بین دوستم و پارتنرم، چون دوستم خب یه مرد مثل منه، باید شرایطو درک کنه و از نظر ما همیشه باید خب خانوما و بچه‌ها جونشون از ما مردا با ارزش‌تره. تو جنگ تجربه زندگی این کار انجام میدیم مشخصا و خب مشخصا اول باید خانوما نجات پیدا کنن. یه چیز اصول بوده که از نیاکان ما بوده. خب خانوما وای میسیدن مردا میرفتن جنگ، الان هم باید به نظرم همونطوری باشه دیگه. خب پس منم دوستمو سیو میکنم چون خانومه دیگه. حالا من چیکار کنم که دوست پسر ندارم؟
من نمیتونم یه آقا رو سیو. گفتی پس دوست پسر نداری؟ نه ندارم. من یکی از سوالای توی شیشم هم همین بود، حالا نشد دیگه، اون نیفتاد شانس ما. یه نظر در مورد دوست جنس مخالف چیه؟ ببین بستگی داره. خب بالاخره همه ماها داشتیم دوست جنس مخالف تو زندگیمون، ولی اینکه میری تو رابطه دیگه باید خیلی کم رنگ بشه برات. مخصوصا اگه طرف مقابل تو خیلی دوست داشته باشی. من به شخص خودم مخالف 100% نیستم، چون میگم بالاخره همه آدم که به دور نیستیم، بالاخره با آدم‌ها در ارتباطیم، آدم‌های اجتماعی هستیم، داریم توی این اجتماع زندگی می‌کنیم. ولی وقتی میری تو رابطه دیگه باید خیلی کم رنگ ترش کنی دیگه. باید در کنار داشته باشی که طرف مقابل شاید اصلا خوشش نیاد تو با طرف صحبت کنی یا بخوای طرفو ببینی، یا اگر استایلش برام خیلی مهمه، بدنش هم برام مهمه، ظاهرش باید واقعا همه چیش اوکی باشه. نه چشام مشکی باشه، تو خود بور نباشه. اصلا نمیخوام یه وقت بی احترامی توهین به پسر بور و اینا باشه، ولی کلا من خودم چشام مشکی میپسندم. من تایپ ظاهری خاصی ندارم، همین که به دلم بشینه اوکی به نظر من. یعنی از طرف خوشم بیاد، یعنی برام تفاوتی نمیکنه. خیلی هم میگن حالا نچرال بشم، نه من برام تفاوت خاصی نمیکنه. همین که به دلم بشینه و استایلش خوب مشخصا برام مهمه، یعنی به ظاهرش و تیپش اینا اهمیت بده. و خب میگم دیگه این که مثلا و اینکه مثلا طرف ورزش بکنه حالا یا نکنه، ولی دوست دارم یه لایف استایلی داشته باشه، صرفا تا 5 صبح بیدار بمونه، مثلا 2000 بیدار شه، اینا به نظرم یه خورده جالب نیست. ولی میگم این دیسیپلینا رو داشته باشه و فقط به دلم بشینه، تایپ خاصی ندارم. رسیدیم به بخش نقاشی کردن هم دیگه، ولی این بار دوباره مثل دفعه قبل میخوام ازتون بخوام خودتون رو به یک کاراکتر فیلم یا انیمیشن تشبیه کنید. من تو شخصیت کارتونی خودم که خیلی واقعا اعتقاد بیش ندارم، ولی خب هم خیلی شنیدم که میگن شبیه پوکانتس. شخصیت پوکانتس. میشناسی پوکانتسو؟ آره فکر کنم که دختر سرخپوست بود، فکر کنم پوکانتس. خب اگه اشتباه نکنم جنگجو بود. من فیسن که به نظرم شبیهش کدوم از انیمیشن ها و کارتون نیستم، ولی خب قیافتا شخصیتا به نظرم باب سنجی. چه بامزه. من تمامم گفتم هیچی بلد نیستم. ببینید واقعا میتره که نخند. یعنی نقاشیه بچه 5 ساله یا حتی 3 ساله از من بهتر دیگه. تا تاشو خودتون برید. واقعا افتضاحم تو نقاشی، هیچی بلد نیستم. هنوز داره میکشه. خوب داره میکشه، باید بکشه. اب نداره دارن پوکانتس رو میکشه فکر کنم. آره 3 یا خدا 2 1. وای نه. یه سوال، خونه چرا تو آسمونه؟ برای من چرا گل دستمه؟ برای من آوردی. او مای گاد. من پلنگم؟ نه دیگه. این چه لبایی کشیدی واقعا؟ بابا ماژیکش درشته. یعنی چی؟ خب دوستان الان ازتون میخوام که به شخصیت هم تا اینجای کار از 1 تا 10 نمره بدید. 1 2 3 میگم و هول شدم. 1 2 3 برگردونی. من 8.75. من 9 دادم. خب حالا 25 دادم چیزی نیست. برای 25 دادم شما گریه میکنید تو دانشگاه. نه من اینطوری نبودم. البته چرا بودم دروغ چرا؟ راست من همیشه 11 بودم. استاد تو خدا 12 میگی. تو خدا 12 میگی. با استاد نه من واقعا بعضی وقتا سر 19 75 بود چرا 20 نشدم. میرسیم به بازی آره و نه. سوالاتی ازتون میپرسم که فقط جوابشو آره و نه و طرف مقابل نمیفهمه. اوکیه؟ تو بات خیلی وحشی داره. تا حالا از طرف مقابل خوشت اومده یا نه؟ ممکنه بعد دیدن همدیگه نظرت تغییر کنه؟ خب به نظر طرف مقابل از تو خوشش اومده؟ خب تا الان طرف مقابل چیزی گفته یا حرفی زده که تو بخوای خب
تا اینجای کار پیش اومده بین حرفات دروغ یا بلوفی باشه؟ به نظرت جایی از حرفای طرف مقابلت ممکنه که دروغ بوده باشه؟ حاضری با خودت وارد رابطه بشی؟ سوال سخته. و در آخر به عشق تو نگاه اول اعتقاد داری؟ خب. آماده این همدیگر رو ببینید یا نه؟ رو راست. بله. یکم استرس دارم. 3 2 و 1. سلام. مرسی. سلامتی شما. قربون شما. متشکرم. واقعا شاید تو کانتستی ولی. مرسی. شاید به سنجی هست؟ آجا من شب شده برام. آره خیلی تاریک بودم. پس سوتی زدیم. اشکام بود واقعا. ببین یه توی پس ذهنم آره اومد چون صداش برام آشنا بود. صدا واقعی که اصلا اینجوری صحبت نمی‌کنم. تو کلیپ هم اصلا اینجوری صحبت نمی‌کنم. همینه دیگه صدا چقدر ممکنه همیشه لهجه دارم صدا فهم می‌کنم. دو تا دوستاتم آوردی و تیم جمع کردی. نه اوکی شوخی می‌کنم. خیلی خوشبختم خیلی خوشحالم قربون شما متشکرم مرسی. ما ببین تمام سعیمون کردیم که طرف مقابل نشناسی چون که خب طرف مقابل به هر حال تو اکسپلور بقیه بوده و برای همین ما اسمشو گفتیم که اسم دومشو بگه برای اون طرف هم شغلشو شغل بلاگریشو نگه در اصل کلا حرفه آره کاملا ذهنمو پرت کردیم. آره من آدم کاری و خانواده دوست و هستی واقعا. حالا بگو اشکان یه لحظه. ای بابا همش اشکانه. همش اشکانه. اشکان شادکامی. جفتش هم داره. اشکان شادکامی. شیطه میزنه. اشکان شادکامی. به خدا دست خودم نیست. اشکان شادکامی. و واقعا تو نرم ترین حالت ممکن دارم میگم اشکان شادکامی. آره. دیگه میزنه دیگه آقا میزنه چیکار کنم؟ نمیزنه اونقدر که میگی. آره بعضیه که چهچه میزنه. سود کفتری میشه. اون که میدونی به خاطر اینکه فاصله بین دندوناشون دیگه. اما تو چرا میگی؟ تو چرا فاصله نداری؟ فاصله ندارم ولی از اول این شکلی بودم. ازتون میخوام که سن طرف مقابل رو از روی ظاهرش حدس بزنید. صدف. من اول حدس بزنم. آخه سن من اشکال متولد من نمیدونم. دنبال کننده نیستم خیلی. ای بابا. ناراحت شدی؟ 72 3 77 75 تا 77 76 آره بینش درست درسته ایوان بولزای. خب طرف مقابل تو توی 3 کلمه توصیف کن. خانواده دوست کاری شخصیتش هم که فانه دیگه طبق اون چیزایی که بالاخره ازش هست فان بسیار آدمه فانو بگو بخند. نه خوبه کنارش نیست اینجوری؟ نه بعد نمیگذره کنارت خوش میگذره. آره ولی خیلی ها فکر میکنم مثلا چون من شغلم بلاگر طنزم یا مثلا اینفلوئنسر طنزم همش در حال شوخی کردن مثلا خیلی شاید لحظه‌های جدیم بیشتر از لحظات خندم باشه ولی خب مشخصا اون قابلیت اون طنزارم دارن دیگه. حالا جلو مردم میگیم بخندن جمعای خودمون هم میخندیم. درسته. چشای وحشی. خب نظرم هنوز همونه. قد بلند. خانوم. متشکرم. درسته. مرسی نظراتت. حالا واقعا مشهدی یا نه؟ ها دیگه. آره واقعا مشهدی پس. من فکر می‌کردم که اوکی. مروم میام. دوستان رسیدیم به بخش لایک و دیسلایک. این سری هم قرار نیستش چیزی جلوی دستشون باشه و قرار لایک و دیسلایک همدیگر رو به وضوح تماشا کنن. حاضرید با طرف مقابلتون قرار دوم یا همون دیت دوم داشته باشید یا نه؟ 1 2 3. خب درسته. دلایل ازتون تو بک‌گراند میپرسم. مرسی تا اینجا بودید و اینکه دست بزنید به افتخار خودتون که تا اینجا اومده بودید. مرسی.
خب خسته نباشی. نظرت چیه؟ بهت خوش گذشت؟ بسیار عالی بود واقعا. خسته نباشید به خودت و تیم حرفه‌ایت میگم. همه چی بسیار عالی بود. ممنونم واقعا. مرسی از شما که شرکت کردی. عزیزی مرسی. کدوم ویژگی‌های طرف مقابل تو بیشتر دوست داشتی؟ این که پسری بود که واقعا به خانواده‌اش اهمیت میداد، خیلی کاری بود. اینا برام جذاب بود واقعا. چون الان همچین پسرای کمن، خیلی کمن. این قشنگ بود به نظر من. اگه همه پسرا بتونن اینطوری باشن که دیگه عالیه. از چیه طرف مقابلت بدت اومد؟ چیزی نداشت که بخواد بدم بیاد واقعا. همه صحبتایی که میکرد درست بود و باهاش بیشتریاشو باش موافق بودم، اوکی بودم باش. چیزی نبود که بخواد بدم بیاد، بخواد تو ذوقم بزنه. هیچ چیزی؟ هیچ چیزی. پس دلیلت برای دیسلایک چی بود؟ ببین دیسلایک من دلیل بر این نبود که من حالا از این شخص خوشم نیامد یا حالا یه وقت دلیل بر بی احترامی چیزی نبود. فقط صرفا به خاطر اینکه خب شناختمشون و خب چون آدم فیمسی هستن تقریبا تو اینستاگرام و خب خیلی طرفدارای خودشو داره و اینا، من ترجیح میدم خیلی دور باشم از اینجور چیزا، چون من کلا زندگی پرحاشیه رو دوست ندارم واقعیت. اگه قرار بود برای طرف مقابلت آهنگ میفرستادی، اون چه آهنگی بود؟ از اونجا که گفتم دی ویکند خیلی دوست دارم، از دی ویکند انتخاب میکنم آهنگ هارتلس. بزن هارتلس. خب خسته نباشی. نظرت چی بود؟ بهت خوش گذشت؟ آره خیلی عالی بود. تجربه باحالی بود. حالا یک همچین تجربه‌ای تا حالا نداشتم. یه تجربه باحالی بود به نظر من. اوکی بود. خب خوبه. کدوم ویژگی طرف مقابل تو بیشتر دوست داشتی؟ این که یه خانم مستقل بود، رو پای خودش بود، گفت کار میکنه. حالا به نظر من شخصیت اوکی داشت، خوب بود. آره. از چیه طرف مقابلت بدت اومد؟ یه حرفش من زیاد به مزاجم خوش نیومد که گفت آره مثلا به یک صحنه تمومه، بعد احساس کردم اومد درستش کنه، گفت نه فلان، ولی احساس میکنم کسی که زیاد شاید رابطه‌اش براش مهم نباشه. من همچین حسی گرفتم، چون بس سری باز حرفش عوض کرد. این یکم دلیل این که 9 دادم به خاطر همین بود. این حرف یکم آزردم کرد، چون به نظر من رابطه باید برای آدم خیلی مهم باشه دیگه. یعنی آدما که اسباب بازی آدما نیستن بری تو رابطه بعد دلشون رو بشکنی و فلان. با یه حرف تموم شه، شاید اصلا اون سوء تفاهم بوده دیگه. و حالا حرفشو درست کرد، ان شاءالله که همون درسته بوده باشه. اوکی. دلیلت برای لایک چی به نظر من خانم اوکی بود، شخصیتش خیلی خوب بود، خانم مستقل بود، هیچ مشکلی من توش ندیدم که بخوام بهش دیسلایک بدم. به نظر من خیلی خانم خوب بود، شخصیتی بود، اوکی بود. اگه قرار بود برای طرف مقابلت یه آهنگ میفرستادی، اون چه آهنگی بود؟ من آهنگ مورد علاقه خودم اکستنتاسیون چنجز. بسیار عالی. مرسی تا اینجا کار بعدت بشم. مرسی من دعوت کردی. مرسی اشکان جان. موفق باشین. دوستتون دارم. ممنون. یه بای بای نشون